آقا چند روز پیش خبر خوندم که شرکت ابر خودروساز فولکس واگن که شرکت‌های قدری مثل آودی، پورشه، لامبورگینی، بنتلی زیر نظرش کار میکنن، قرار 3 تا از اون 10 تا کارخونه‌ای که توی آلمان داره رو ببنده برای اولین بار تو تاریخش. چرا؟ افزایش هزینه، کاهش فروش و کاهش سود در سال 2024 به میزان 64%. این باعث شده که تعدیل نیرو بکنه و 3 تا از کارخونه‌هاشو بخواد ببنده. چی میشه که یه ابر خودروساز، یه ابر غول به این روز میفته؟ اون وقت ما تو ایران 40 ساله 2 تا فرغونساز داریم، محصولات بی‌کیفیتشون رو تا خرطناق با قیمت خدا تومن مردم میفروشن. تازه برای فروششون هم ناز و ادا دارن. شما همینطوری نمیتونی بری محصولاتشون رو بخری. اول میری تو سایت ثبت نام میکنی، اگه اسم در اومد اون موقع آتا آشغالاشون رو با قیمت خدا تومن فرو میکنن به شما. ناصر خسرو یه حرف خیلی جالبی زد، از ماست که بر ماست.